از آن حضرت علیه السلام دو علم با وراثت ماند، میراث ماند. یک علم ظاهر شریعت بود و دیگر علم باطن شریعت است. ظاهر شریعت را علمای کرام در مدارس، در حلقات تفسیر، در حلقات حدیث و مردم میرسانند با جاهای مختلف. باطن شریعت از زبان حضرات مشایخین عظام بیرون میشه. باطن شریعت حضرت مولانا صاحب اشاره کرد به نام علم تزکیه است، به نام علم احسان است. همان حضور دائمی الله متعال در بدن است. حضور دائمی الله متعال در بدن است. ما شما تجربه کردیم، دیدیم حضرات علمای کرام در مساجد تبلیغ زیاد میکنن، بله از سر منبر زیاد وعظ و نصیحت میکنن. تعداد زیادی از حضار مردم هایی که در داخل مسجد نشسته هستند یک لحظه خوب گریه میکنه بعد تبلیغش، و بعد که از مسجد بیرون میشه اما کار فسادی که قبلا انجام میداد با همو ادامه میده. با همین رقم هست نیست، با همین رقم بوده. از مسجد که بیرون میشن دوباره پس کارهای قبلی ادامه پیدا میکنن. چرا؟ چون که تنها در گفتار تأثیر تزکیه و تزکیه نیست. تزکیه و تزکیه در تأثیر صحبتی حضرات مشایخین عظام است. حضرات مشایخین عظام است که اونها از علم باطن آن حضرت علیه السلام هم حصه دارند. تا که از علم باطن حصه نداشته باشی صحبت تأثیرات نمی داشته باشه. تأثیرات بسیار کوتاهی داره، اما از مجلس که دور شده دوباره پس با گناه ادامه میده، با گناه پس ادامه میده، چون که مرتبه احسان حاصل نشد. مرتبه احسان حضرت علیه السلام فرمود ان تعبد الله کانک تراه. الله متعال تو به گونه عبادت کنی که او را میبینی. فان لم تکن تراه، اگر ندیدی نتونستی که او را ببینی، فانه یراک، پس حق تبارک و تعالی تو را میبینه. حضور او در دلت قائم است، تجلیات او در دلت همیشه است، مستمر است، دوامدار است. هیچ وقت است که در قدم اول اسلام تکمیل شود، ایمان تکمیل شود، ایمان از صورت به حقیقت تبدیل شود و بعد تصفیه حاصل شود، تزکیه نفس حاصل شود، علم اخلاق حاصل شود، انسان با یقین کامل برسه، هر عملی که انجام میده به رضای الله متعال باشه، با اخلاص کامل باشه. این است مرتبه احسان. در این صورت هر عملی که ما انجام میدیم به رضای الله متعال است، نه به رضایت مردم. هر کاری که ما انجام میدیم با دست خود. حدیث مبارک است و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. همیشه بنده های من، یه حدیث قدسی است، حدیث دراز است. شروع حدیث از این شروع میشه که من عاد لی ولیا فقط آذنته بالحرب. هر کسی که با یک دوست من عداوت میکنه، دشمنی میکنه، بغض میکنه، الله متعال میفرماید که من با او در حرب هستم، اعلان جنگ میکنم. کی است که توان مقابله با حق تبارک و تعالی را داشته باشه؟ بسیار مردم پیدا میشه که حضرت مشایخین دشنام میزنن، گستاخی میکنن، استهزا میکنن، طعن میزنن، مگر از این حدیث اینها بیخبر هستن که الله متعال با اونا اعلان جنگ کرده. و بعد میفرماید که بنده های ما بهترین چیزی که، بهترین عملی که با ما تقرب حاصل میکنه از فرائض ما کده بیشتر نیست. در قدم اول توسط فرائض با ما تقرب حاصل میکنه، با ما تقرب حاصل میکنه، و بعد توسط نوافل، توسط نوافل تا که ما او را دوست بگیرم. وقتی که ما او را دوست گرفتم الله متعال میفرماید، حدیث قدسی است، در صحیح بخاری است، حدیث هم صحیح است. وقتی که ما او را دوست گرفتم ما وسیله چشم او میشم که با واسطه من میبینم. پس مرتبه احسان مرتبه است که حضور الله متعال همیشه در دل قائم است، همیشه در دل قائم است. انسان یک لحظه از الله متعال غافل نیست. پس اگر دستش هم عمل میکنه به رضایت الله متعال عمل میکنه، اگر چشمش هم چیز را میبینه به رضای الله متعال میبینه، آنچه که جای رضایت الله متعال نیست او را نمیبینه.